فاطمه جاوید هستم. شما از همسرتون خواستگاری کردین؟ خیلی پسر خوبی بود. میگن پسر خوب رو پیدا کردی باید بگیری. برات سخت نبود که به یه نفر بگی بیا منو بگیر؟ نگفتم بیا منو بگیر، من خواستم اذیتش کنم. بچه‌ها یه کات بریم. از مریضی ملینا بگید برامون. گفتش که همین یه بچه رو داری؟ لحظه دنیا رو سر ما خراب شد. گفتم تو یعنی شما از همسرتون خواستگاری کردین؟ نه داستانش چی بود؟ میگن که پسر خوب رو دیدی باید بگیریش. حالا کجا دیدی آقا وحیدو؟ من همسرم اومده بود کابینت های خونه یکی از اقوامو ببینه که ما اونجا دیدیمشون. اونجا و چی شد اصلا داستانش چی اصلا بود؟ بحث حالا خواستگاریه نبودش. خیلی پسر سالم، افتاده حال، مظلوم. من وحیدو دیدم، خیلی پسر گلیه. خیلی پسر خوبی بود. خیلی. الان فکر می‌کنم که 180 درجه تغییر کرد، اما خیلی پسر خوب بود. همیشه برام سوال بود که چه جوری میشه یه پسر انقدر خوب باشه، انقدر سالم، انقدر مثبت، خجالتی. جدی انقدر خوبه؟ به سختی تونستم شماره‌اش رو گیر بیارم. 2 ماه تمام از همه باجه‌های قم زنگ زدم. حتی خانوادتون در جریانش بودن دیگه؟ مامانم در جریان بود، میگفتش اذیتش نکن. من میگفتم مامان این خیلی پسر خوبیه. پسر خوبیه. آره از هر باجه‌ای که زنگ می‌زدیم بلاک می‌کردیم. جدی؟ آره. فکر کنم اولین پسره که دختر رو بلاک کرده. میگفت من تا حالا دختر صحبت نکردم. چشم و گوش بسته بوده پس. خیلی 100%. قبول بودیم و شیطون بودیم. ما یه خانواده خیلی بالا بودیم، قشر بالا و یه خانواده معمولی بودن. بابای من وقتی الان که داری خانواده شوهر رو تخریب میکنی؟ نه، جلسه اولی که با هم صحبت کردیم الان قشنگ روزا داره میاد جلوی چشمم. گفت من میخوام بیام خواستگاری. به مامانم گفتم، مامانم گفت اصلا بابا قبول نمیکنه. شوهر من محل کار پدرم رو پیدا کرده و ظهر ساعت 2 ظهر رفته بوده پیش بابام. با حاجی صحبت کرده. به بابام گفته که اجازه بدید با خانواده بیام خواستگاری. 15 بهمن اولین بار بود که با هم صحبت کردیم. 15 بهمن با اطلاع خانواده ها. بله. و 14 فروردین 91 اومدن خواستگاری. برات سخت نبود که به یه نفر بگی بیا منو بگیر؟ نگفتم بیا منو بگیر. یه جوری نشون یه کوچولو شیطنت بچگی بود. ولی من می‌خواستم حالا دیگه بگم جلوی دور، من خواستم اذیتش کنم. واکنش وحید چی بود اون موقع که بهش گفتی بیا منو بگیر؟ نگفتم بیا منو بگیر. چرا گفتی دیگه؟ یه کاری کردی گفتی بیا منو بگیر. ببین وقتی که اومد خواستگاری تازه من گفتم که حالا بحث ازدواج شد. حالا اون میومد من میگفتم نه. بیچاره کرده وحید رو خدا. هی اومد، هی ما کشیدیم رو مهریه، هی گفتیم نه این ولی خب دیگه تهش شد. شما و آقا وحید یه فرزند دارین به نام ملینا، درسته؟ که همه جون ماست. ملینا خیلی گله. ملینا مریض شد، یه بیماری بدی گرفت. بیشتر توضیح میدید برامون ازش؟